بچه‌ها سلام، خیلی خوش اومدین به قسمت بعدی از دوره آموزش مقدماتی نرم افزار پریمیر. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزشمون، اول از همه کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هم یادتون نره و حتما اون زنگوله رو فعال کنین تا به محض انتشار ویدیو جدید با خبر بشین. خب میخوایم بریم سراغ آموزش ابزارهای ادیت و ویرایش ویدیو، ابزارهایی که با استفاده از اونها ما میتونیم ویدیوهامون رو ادیت بکنیم. خب بریم توی نرم افزار. توی جلسه قبلی با محیط کلی برنامه آشنا شدیم و کاربردهای هر کدوم از این پنجره ها رو فهمیدیم که هر کدوم برای چه کاری توی نرم افزار قرار گرفته شده. گفتیم که وقتی ما بخوایم یه سری فایل، ویدیو و عکس وارد برنامه بکنیم، باید از پنجره پراجکت این کار رو انجام بدیم. یعنی اگر من بخوام ویدیو یا عکس بیارم، فقط باید اینجا دو بار کلیک کنم و به عنوان مثال اینجا این عکسای گل و گیاه رو انتخاب بکنم و اوپن رو بزنم تا اینجا بر من باز بشه. حالا اگر بخوام تو این پنجره پراجکت هم یه دسته‌بندی داشته باشم، میتونم از این قسمت این کار رو انجام بدم. یه سری بین یا گروه بسازم، اینجا بزنم مثلا پیک، یعنی فایل عکسم رو بیام اینجا دسته‌بندی کنم تا پروژه منظم باشه. بعداً اگر این پروژه رو دست یه تدوینگر دیگه هم دادیم، تدوینگر گیج نشه که این دیگه چیه به من دادی، قشنگ بتونه همه چی رو پیدا کنه. یه بخشی از این نظم شما داخل خود برنامه پریمیره، یه بخش دیگهش خارج از برنامه. اینکه فولدر پراجکتتون یا فولدر راش موزیکتون رو کجا میسازین و دسته‌بندی منظمی داشته باشه که اگر همین پروژه رو 2 سال دیگه باز کردین بتونین همه فایلاتون رو پیدا بکنین و فایلی آفلاین نشه. ببینید اگر ما فایلی رو اینجا داخل برنامه پریمیر باز بکنیم، بیاریم و بعداً اگر یه موقع پاک کنیم، حالا من میام مثلا از این یه سکونس میسازم و بریم تو محلی که این عکس هستش اینجا. خب به عنوان مثال من این عکس رو میام از اینجا جابجاش میکنم، کاتش میکنم داخل یه فولدر دیگه اینجا. وقتی برگردم تو برنامه، البته این توی ورژن جدید خودش پیدا میکنه، در حد یه فولدر جابجایی خودش پیدا میکنه، ولی در کل با همچین پنجره‌ای روبرو میشیم. خب یه لحظه آفلاین شد، دوباره خودش پیدا کرد. ولی اگر مثلا فایلتون پاک بشه یا دیگه درایوتون عوض بشه، دیگه خود برنامه نمیتونه پیدا بکنه و این پنجره براتون اینجا باز میشه که اگر فایلاتون آفلاین شد، فقط کافیه رو فایلتون راست کلیک کنین، لینک مدیا رو بزنین، لوکیت رو بزنین و اون فایلتون رو حالا توی درایوی که اینجا رو سیستمتون هست پیدا کنین، اوکی رو بزنین و اون فایلتون دوباره آنلاین میشه، از حالت آفلاین در میادش. خب اگر ما یه سکونس بسازیم تو پنجره پراجکتمون، یه آیکون سکونس هم ساخته میشه که اگر یه موقع این بسته شد بتونیم اینجا روش دوبار کلیک کنیم و سکونسمون رو باز بکنیم. من فعلا سکونس رو پاک میکنم و عکسامو میام داخل این گروه پیک قرار میدم. حالا مثلا من یه سری ویدیو هم اینجا دارم، اینا تصویرایی هستش که حالا از قبل برای تیزر ما گرفته بودیم، اینا رو هم میارم یه سریاشو که روش یه سری تمرین داشته باشیم. به عنوان مثال اینا میام اونا رو درگ میکنم داخل پراجکتم قرار میدم. خب وقتی ما یه سری ویدیو بیاریم، این پایین یه خط آبی رنگی میاد پر میشه، این در واقع میاد ویو فرم صداتون رو آنالیز میکنه. اینم نکته مهمی هستش، اگر یه موقع دیدیم ویو فرم صداتون نیومد، بدونید که اینجا آنالیزش هنوز تموم نشده. میام یه دونه گروه دیگه میسازم، اینو میزنم راش. حالا اگر موسیقی داشتم، دوباره میام اینجا و اینجا موسیقی، به عنوان مثال این همین آهنگم دوباره میارم داخل اینجا قرار میدم پراجکتم و یه فولدر دیگه اینو میزنم موزیک و این موزیک هم داخل اینجا قرار میدم. یعنی اگر این پروژه‌تون یه ماه بعد، یه سال بعد، 10 سال بعدم دست یه تدوینگر دیگه هم حتی بیفته، قشنگ متوجه میشه که کدوم تصاویر شماست، کدوم عکسای شماست، موزیکتون کجاست، همش دیگه قابل تشخیص میشه. خب بعد از اینکه ما تصویرامون رو وارد برنامه کردیم، لازمه که ازش یه سکانس بسازیم تا شروع کنیم به کار تدوینمون. برای ساخت سکانس ما 2 تا روش داریم. اول اینکه بیایم به صورت دستی خودمون سکانسمون رو بسازیم که از توی قسمت نیو میایم قسمت نیو سکونس یا کنترل ان رو میزنیم و از این قسمت حالا توی
کاستوم میایم سایز و فریم ریت و اینجور چیزا رو وارد میکنیم که حالا من یه چند تا از اینا که مهمه رو بهتون میگم. ببینید یه چیز خیلی مهم توی تصویرهای ما و ویدیوهای ما فریم ریته. فریم ریت میشه تعداد تصویرایی که تو هر یک ثانیه از ویدیو ما قرار داره. یعنی اگر ما اینجا پروژمون رو 29 فریم یا همون 30 فریم به حساب میاد دیگه، 29 از 97 همون 30 فریم به حساب میاد. اگر 30 فریم بسازیم یعنی تو هر یک ثانیه از ویدیومون 30 تا عکس وجود داره که این 30 تا عکس کنار هم دیگه قرار میگیره و ویدیوی ما ازش تشکیل میشه. اگر بذاریم روی 25 فریم یعنی تو هر یک ثانیه 25 تا عکس قرار داره و از کنار هم قرار گرفتن این عکس ها ویدیوی ما تشکیل میشه. حالا فرق اینا چیه؟ یه موقع است که شما میخواین تصویر اسلو موشن بگیرید، اون وقت باید فریم ریتتون بالا باشه. موقع ضبط ها اینجا تأثیری نداره. اگر شما ویدیو 25 فریم بگیرید اینجا بذارینش روی 60 فریم، تعداد فریم رو براتون زیاد نمیکنه، فریم تکراری براتون قرار میده. پس موقع ضبط ویدیو و رکورد ویدیو خیلی مهمه که دقت کنین. اگر توی نرم افزار خواستین ویدیوتون رو کند بکنین باید با فریم ریت بالا مثلا 120 فریم تصویرتون رو بگیرین. خب و گزینه بعدی که خیلی مهمه سایز ویدیوتونه که حالا یه سری سایز استاندارد داریم، مثلا سایز 4K داریم، 2K داریم، فول HD داریم که پرکاربردترین سایزی که باهاش کار داریم 1920x80 برای ویدیوهایی که میسازیم. اگر خواستیم پست این اینستاگرامی مربع باشه 1080x80، اگر خواستیم سایز مثلا با نسبت تصویر 16:9 سایز استاندارد ویدیومون رو ادیت بکنیم 1920x80 یعنی 1920 1080. و اگر هم خواستیم برای استوری اینستاگرام کار کنیم کافیه فقط جای این دوتا رو با هم دیگه برعکس کنیم، یعنی میشه 1080. این که 1080 در 1080 میشه سایز مربع برای پست‌های مربع. اگر اینو بزنیم 1920 این میشه سایزی که برای استوری اینستاگرام ما کار میکنیم. خب اما روشی که ما میایم باهاش سکانسمون رو میسازیم و خیلی هم سریع انجام میشه اینه که بیایم با تنظیمات خود ویدیو یا اون فایلی که داریم ازش سکانسمون رو بسازیم. چجوری؟ این فایلی که من الان دارم میام تو پنجره اینفو نگاه کنید 50 فریمه و سایزش هم فول HD 1920x80. اگر من بیام تو پنجره پراجکت قرار بگیرم و این فایلم رو درگ کنم و اینجا رها کنم خودش میاد یه سکانس بر من با اون سایز و اون فریم ریت میسازه، با تنظیمات خود ویدیو اون سکانس همو میسازه. معمولا برای کارهایی که ما انجام میدیم خب تصویرامون رو با یه دوربین ضبط کردیم یا اگر هم با چند تا دوربین مختلف ضبط میکنیم سعی میکنیم که تنظیمات دوربینمون یکی باشه، یعنی فریم ریتاش یکی باشه، سایزش یکی باشه و بعدش میایم حالا از کل تصویرمون سکانسمون رو میسازیم دیگه، نمیایم به صورت دستی سکانس بسازیم. این روش سریعش هست. یه موقع است که حالا شما مثلا ویدیوتون رو 50 فریم گرفتین میخواین خروجی نهاییتون 20 فریم باشه، مثلا 25 فریم باشه، اون وقت باید به صورت دستی تغییر بدین که البته اگر سکانستون هم ساختین میتونین اینجا انتخاب بکنین این قسمت از برنامه رو، این قسمت که سکانس شما یا تایملاین شما به حساب میاد. بعد از تو سکانس بیاین این گزینه سکانس ستینگ رو بزنین و از اینجا تنظیماتش رو تغییر بدین، مثلا فریم ریتش رو بکنین 25 فریم. خب حالا که ما سکانسمون رو ساختیم میایم تصویرامون رو همه رو قرار میدیم اینجا. ببینید پشت سر هم دیگه قرار میگیره توی پنجره تایملاین ما. گفتیم این پنجره میشه پنجره زمان برنامه، یعنی تایم اون فایل رو به ما نشون میده، تایم ویدیومون رو به ما نشون میده و این خطی که اینجا قرار داره خط زمانه، یعنی هر جا من این خط رو قرار بدم اون قسمت رو برای من تو پنجره پروگرام نمایش میده. ما تو این قسمت یه سری لاین ها داریم. این لاین ویدیو ماست، این پایینیا که ای زده لاین اودیو یعنی لاین صدا. پس اگر ما تصویر خالی داشته باشیم تو این قسمت میاد، اگر تصویر با صدا باشه یه لاین تصویر میده یه لاین صدا، اگر فقط صدای خالی باشه مثل این موسیقی که اینجا داشتیم ببینید توی لاین صدا قرار میگیره ولی توی لاین تصویر ما قرار نمیگیره. وقتی بیارمش اینجا ویو فرمش هم مشخصه، ویو فرم اون حالت صداست که کجا لول صدامون بالاه کجا پایینه. ببینید الان این قسمت بالاست، این قسمت لول صدا پایینه. خب
اگر من رو هر کدوم از این لاین ها 2 بار کلیک کنم اون لاین بر من باز میشه. باشه اگر من صدام یه موقع میگیره، این ویدیو تو برهه‌ای داره ضبط میشه که من کرونا گرفتم و دیگه این مشکلات صدا اگه پیش اومد شما به بزرگی خودتون ببخشید. خب ببینید رو هر کدوم از این لاین ها که 2 بار کلیک بکنیم لاینش بر ما باز میشه و میتونیم اون پریویوی که بر ما نمایش میده از ویو فرم صدا یا تصویر رو بزرگتر ببینیم. حالا کاربردهایی هم داره، یعنی حالا ما اگر بخوایم مثلا لول صدامون رو کم و زیاد بکنیم لازمه که اینو بزرگش کنیم تا از این خط این وسط لول صدامون رو بالا پایین کنیم که توی جلسه بعدی بهتون میگم چجوری میتونین صداتون رو لول بکنیم. خب برای اینکه بخوایم صدا و تصویر رو از همدیگه جدا بکنیم فقط کافیه که فایل‌ها رو انتخاب بکنیم و روش راست کلیک بکنیم و گزینه آن لینک رو بزنیم. آن لینک میاد صدا و تصویر رو از همدیگه جدا میکنه. اگر این گزینه رو بزنم ببینید میتونم صدا و تصویر رو جدا انتخاب بکنم. حالا میتونم اصلا صداش رو جداگانه انتخاب کنم و دیلیت رو بزنم. چون صدای دوربین رو نمیخوایم دیگه. صدای دوربین صدای حالا فضا و صحبت کردن تصویربردار و اینجور چیزاست. مگر اینکه شما مثلا صداتون رو با میکروفون وصل کرده باشین، به دوربین رکورد کرده باشین، اون موقع دیگه صدا رو باید بذارین باشه، ولی تو این فایل صدای دوربین رو ما نمیخوایم. خب ببینید الان من وقتی اسپیس رو بزنم این ویدیو برای من داره پخش میشه. این ویدیویی که ضبط کردیم و همزمان باشین لاین صدام که این پایینه داره پخش میشه. حالا من میتونم اینا رو جابجا کنم. میخوام اصلا موزیک هم از جلوتر پخش بشه، فقط کافیه که موسیقی رو بیارم جلوتر. ببینید الان اینجا پخش نمیشه، به محض اینکه برسه به این ثانیه موسیقی من پخش میشه. پس این پنجره‌ای که اینجا میبینید واقعا کار کردن باهاش خیلی راحته. یعنی تو برنامه‌های گوشی موبایلم که برنامه‌های ادیت ویدیو هست اگه کار کرده باشین یه تایملاینی اون پایین داره که مشخصه، یعنی صدا باید بیاد زیر ویدیو یا مثلا ویدیوهاتون اگه کوچیک کنین بزرگ کنین. همه این اتفاقات از اینجا ما میتونیم این اتفاقات رو انجام بدیم، یعنی ویدیومون رو کات بزنیم بچسبونیم به هم دیگه. حالا یه سری افکت اگه بخوایم بیاریم افکت‌ها رو بعد اینجا روی ویدیومون قرار بدیم. یعنی کل مراحل ادیت ما تو این پنجره تایملاین اتفاق میفته. خب بریم سراغ ابزارهایی که با استفاده از اونها ما میتونیم کار ادیت رو انجام بدیم. من این موسیقی رو میبرم جلوتر، فعلا باش کاری نداریم. خب معمولا ما ویدیوهایی که ضبط میکنیم یه سری پرتی داره دیگه. یعنی اولش ممکنه تا بیایم دوربین رو تنظیم کنیم تا فوکوس کنیم، حالا یه موقع اصلا یه برداشتی میگیریم که اشتباه، ادامهش مثلا برداشت درستمون هست. یه سری پرتی داره که ما بعد اون پرتی ها رو حذف بکنیم. مرحله اول تدوین میشه مرحله راف کات زدن که ما میایم اون تصویرایی که گرفتیم و پرتیاش رو حذف میکنیم. اون جایی که دوربین میلرزه، اون جایی که دوربین تاره، برداشتایی که اشتباه هستش یا غلطه یا مثلا سوتی دادیم توش، میایم اونا رو حذف میکنیم. برداشت‌های درستمون و فایل هایی که سالم هست رو میذاریم بمونه. این میشه مرحله راف کات زدن. یعنی به عنوان مثال اینجا نگاه کنید، مثلا این اولش خب بعد اینجا نگاه کنید دوربین داره کلا میلرزه. اینجا رو قطعا نمیخوایم دیگه، یا حتی اینو من یه بار دیگه مثلا گرفتم. خب مثلا از اینجا حرکتش خیلی یه حرکت نرم آوردیم با دوربین، مثلا این باز خوب نیست، ادامه یه بار دیگه گرفتم. میبینید تو یه برداشت چند بار این تکرار شده تا یکی از اون فایل‌ها خوب در بیادش. پس تو مرحله راف کات من میام این آخری که خوب شده رو انتخاب میکنم. حالا ممکنه وسطیه خوب شده باشه، باید دقت بکنید دیگه اینجا ببینید کدوم فایل نهاییتونه اونو انتخاب بکنید. خب تا اینجا، حتی مثلا ادامهش هم باز نگاه کنید یه بار دیگه هم گرفته شده که نه اینجا داره صحبت میکنه که هیچی دیگه. تا اینجا این میشه فایل سالم ما. حالا توی بعدی میایم نگاه کنیم، ببینید اینجا مثلا این هیچیه که داره توضیح میده، اینجا که هیچی. از اینجا اینجا که مثلا این برنامه باز میشه تا مثلا اینجا میخوامش، این میشه دوباره یه فایل دیگه. مثلا تصویر بعدی
یعنی اینجا داره از اینجایی که میاد در باز میشه میخوامش و نشستنش. یعنی اینجا که دیگه دوربین میاد بالا اینا تصویر خرابه. حالا ممکنه اصلا توی تدوین نهاییتون دوباره بیاین اینو کات بزنین، یعنی مثلا از اینجا استفادهش نکنین، بیاین از اینجا استفاده کنین. گفتم تو مرحله راف کات شما میاین فایلای سالمتون رو فقط برمی‌دارین. اصلا ممکنه من توی تدوین نهاییم این فایل رو بیام پاک کنم، استفاده نکنم، ولی توی راف کات هم میام نگه می‌دارم اینا رو. خب مرحله بعدی ببینید اینجا هیچی، از اینجا که شروع به حرکت میکنه میخوام. خب ببینید از اینجایی که مثلا دست میادش کات میخوره تصویر من به این یکی مثلا که این بعد دوباره بیا جلوتر. این الان میشه مثلا مرحله فاین کات که من اومدم کات ها رو درست کردم و سر جای دیگه قرار دادم. ببینید الان اون مشکاتش در اومد، دست میاد و در باز میشه. خب من تا اینجا ادامهش هم نمیخوایم. بعد حالا کات بخوره به این، بعدم کات بخوره به این مثلا حالا یه تدوین ریزی که ما اینجا انجام دادیم. خب اما سوالی که الان اینجا پیش میاد اینه که اصلا ما چجوری میتونیم ویدیوهامون رو کات بزنیم و برش ایجاد بکنیم. ما یه سری ابزار این قسمت داریم که با استفاده از اونها میتونیم ویدیوهامون رو برش بدیم، کات بزنیم. یعنی اگر این ویدیو اصلی من باشه، خب برای اینکه بخوام قسمتی از اونها حذف کنم باید بیام از ابزارهای اینجا استفاده کنم. ما یه ابزاری داریم اینجا به اسم رزر تول که مثل یه تیغ عمل میکنه. این یه تیغه که من هر جا موسمون قرار بدم یه بار کلیک کنم اونجا بر من کات میزنه. ببینید الان اینجاها برش داده شد. که توی تدوین من پیشنهاد میکنم بهتون اگر میخواین به صورت حرفه‌ای کار بکنید هیچ موقع از این ابزارها استفاده نکنین، همیشه از شورتکات ها استفاده کنید. شورتکات این ابزار کنترل کا هستش توی برنامه، یعنی کنترل کا رو باید بزنین تا کات بخوره ویدیوتون. میان اینجا کنترل کا رو میزنین و کات میزنه. ببینید خودش داره کات میزنه. یعنی اگر من بخوام این ویدیوم از اینجا شروع بشه بعد یه کات اینجا بزنم، بیام جلوتر اون قسمتی که میخوام تموم بشم یه کات بزنم و اول و آخرش رو حذف میکنم. ببینید اول و آخرش رو حذف میکنم. یا روش بعدی، من میخوام ویدیوم از اینجا شروع شه، میام ابتدای ویدیو قرار میگیرم، آیکون موسم رو نگاه کنید تغییر میکنه، اینو میکشم میارم اینجا و میام جلوتر اینجاها اینو میکشم میارم اینجا. یعنی اول و آخر ویدیومو میام جمع میکنم میکشم به درون ویدیوم تا اون قسمت ها کات بشه. حالا اگه بخوایم برگردونیمش میایم این قسمت ها رو اضافه میکنیم و میکشیم دوباره برگرده یا این طرفش. ببینید تهش رو نگاه کنید یه دونه مثلث کوچولو اینجا میبینید، اگر زوم کنیم مشخص میشه. این مثلث رو میبینید اینجا، این یعنی فایل ما تهشه، انتهاشه. اگر من یه فایل عکس بیارم اینجا این مثلث رو نداره، چون فایل ما یه عکسه، یه فریمه. ما میتونیم اینو تا بی نهایت بکشیمش ادامه داشته باشه. یعنی میتونم تا بی نهایت این عکسمو قرار بدم. پس فایل عکس رو ما هر چقدر که بخوایم میتونیم ادامه بدیم، ولی ویدیو یه نقطه شروع داره یه نقطه پایانی داره که اینجا مشخص میشه. یعنی از این بیشتر من نمیتونم اینو بکشم دیگه، تایم نداره. خب این از مهمترین ابزاری که با استفاده از اون ما میتونیم کار کات رو انجام بدیم. بقیه ابزارها اینجا دقیقاً کار مشابه با همین انجام میده و الان زیاد نمیخوایم بهش اشاره کنیم چون کاربرد زیادی بر ما نداره. حالا مثال میزنم، اگر شما مثلا 2 تا ویدیوتون کات خورده باشه به هم دیگه، مثلا از این ویدیو کات زدیم به این یکی، خب با این ابزار میتونین اینجا کاتتون رو تغییر بدین. با این ابزاری که اینجا هست میتونین جای کاتتون رو تغییر بدین که اینو شما با همین هم میتونین انجام بدین. با همین ابزار موو تولتون اگر قرار بگیرین یا همین ابزار سلکشنتون که فایل رو باش انتخاب میکنیم میتونیم این ویدیومون رو جمع کنیم این یکی رو ادامه بدیم. یعنی دقیقاً همون کار بر ما
انجام میده. واقعیتش خیلی کاربرد نداره، بقیه‌شون هم همین کارو انجام میده. حالا این یکی یعنی اگر بخوام مثلا از سر یک کاتم همه ویدیوها رو بکشم جلو، میتونم با استفاده از این ابزار این کارو انجام بدم که باز با همین ابزار میتونین شما ویدیوهاتون یا هر چی که دارین اینجا رو انتخاب کنین، درگ کنین و سلکت کنین و جابجاشون کنین. یعنی ابزارهایی که اینجا هست در کل ما همه رو میتونیم با این ابزار سلکشن تول و ابزار رزر تولمون که ابزار کات هست انجام بدیم. ابزار بعدی که تو پریمیر بر ما خیلی کاربرد داره، ابزاری که با استفاده از اون ما میتونیم سرعت ویدیومون رو کم یا زیاد بکنیم. خب بیاین این ابزارم با هم دیگه بررسی بکنیم. من برای مثال یه تصویر اینجا بیارم، مثلا این تصویر ماشین، و میام ازش یه سکونس دیگه میسازم. اینو قرار میدم اینجا یا روش راست کلیک میکنم، نیو سکونس فرام کلیپ رو میزنم تا یه سکونس جدید بر من باز بشه. پس اینجا ما میتونیم چند تا سکونس در کنار هم دیگه بسازیم. خب میام روش راست کلیک میکنم، آن لینک رو میزنم، صداشو پاک میکنم. خب الان این ویدیو ما هستش که میخوایم با استفاده از یه سری ابزارا یاد بگیریم چجوری میتونیم تندش کنیم یا کندش بکنیم. بچه‌ها برای زوم کردن توی پنجره تایملاینتونم از کلیدهای میانبر مثبت و به علاوه این بالا روی کیبوردتون بخوام نشون بدم اینجا از این دوتا استفاده کنین، یا اینکه از این پایین هم میتونین این دسته رو بکشید بزرگ و کوچیکش کنید و اینجا زوم بشین. خب برای اینکه بخوایم سرعت ویدیومون رو تغییر بدیم روش راست کلیک میکنیم. یه گزینه‌ای داریم اینجا به اسم Speed Duration. سرعت عادی ویدیو ما 100% هستش. اگر ما این 100% رو بیشترش کنیم خب ویدیومون تندتر میشه، اگه کمترش کنیم ویدیومون کند میشه. پس اگر من بیام اینجا مثلا مقدارش رو بزنم 300، ببینید ویدیو من کوتاه‌تر شد چون سرعتش بیشتر شده. پخش کنم ببینید سریعتر اتفاق میفته. اگر بیام روش راست کلیک کنم Speed Duration و اینو به عنوان مثال میزنم روی 50. البته اینجا توجه کنید که تغییر سرعت ویدیوتون باید به فریم ریتش دقت بکنید. اگر فریم ریت ویدیوتون مثلا 30 یا 25 بود، پایینتر از 80 بذارین یکم حالت لگ داره، گیر میکنه. الان همین ویدیو رو نگاه کنید، انگار تصویر ما داره گیر میکنه یه جاهایی، چون فریم ریت ویدیومون اگر اینجا پراپرتیزش رو ببینیم فریم ریت ویدیو 25 هستش. ولی کلا به این صورت ما میتونیم ویدیوهامون رو کند بکنیم یا تند بکنیم. حالا یه وقتی هست که شما میخواین یه تیکه از ویدیوتون کند بشه ادامهش تند بشه. دو تا روش داره. یعنی که بیاین این قسمتی که میخواین رو کات کنین، اینو مثلا میزنمش 300، این ماشینه میاد اینجا تند میشه، بعد دوباره از اینجا میخوام برگرده به سرعت عادیش. یعنی یه لحظه نگاه کنید تند میشه دوباره کند میشه. و اما روش بعدی این که میایم از تکنیک اسپید رمپ استفاده کنیم. چجوری؟ میایم اینجا راست کلیک میکنیم. ببینید در حالت عادی اگر ما این لاین ویدیومون رو بزرگ کنیم یه خط اینجا قرار میگیره. این خط اپاسیتی یا میزان شفافیت اون لایه ما هستش، اون ویدیو ما هست که اگر اینو کمش کنیم میزان شفافیتش کم میشه یا بیشتر میشه که حالا جلسه بعدی یکم بیشتر راجبش توضیح میدم. اگر اینجا راست کلیک کنیم میتونیم این خط رو تغییرش بدیم. ببینید الان روی اپاسیتیه، میتونیم قرارش بدیم روی تایم ریمپینگ و این خطی که بر ما اینجا میاد تبدیل میشه به خط سرعت ویدیو ما. اگر ببریمش بالا تایم ویدیومون کم میشه، سرعت ویدیو تند میشه. اگه بیاریمش پایین ویدیو ما کند میشه، ببینید تایمش بیشتر شد. دیگه خیلی من آوردمش دیگه اصلا پخش نمیشه الان ویدیو. یعنی اگه یک کوچولو من اینو جابجا کنم مثلا روی 77، ببینید الان یه مقدار ویدیو ما کندتر شد. حالا چجوری میتونیم یه جاهایی یهو تند بشه یهو آروم بشه؟ ما یه چیزی داریم توی برنامه پریمیر به اسم کی فریم که هم توی پریمیر هست هم توی افتر افکت. اگر بخوایم یک پارامتری رو توی تایم مشخص تغییر بدیم، مثلا الان ویدیو من بیاین اینجوری مثال بزنم، یه دونه شیپ اینجا بسازیم، یه شیپ دایره‌ای. میخوام این شیپ من مثلا ثانیه اول اینجا باشه، مثلا تو ثانیه 5 بیاد این طرف.
برای اینکه این مسیر طی بشه من باید یک کی فریم اینجا بزنم، یک کی فریم تو ثانیه 5 بزنم که این رسیده اینجا. خب توی سرعت هم دقیقا همین جوریه. اگر ما بخوایم یه نقطه شروع بشه باید کی فریم بزنیم. حالا کی فریم رو چجوری میزنیم روی این خط؟ شما کنترل رو نگه میدارین و قرار میگیرین روی این خطی که خط زمان شما هستش و هر جایی که خواستین تند بشه یه بار کلیک میکنین. اینجا میخوام شروع بشه، تا کجا میام جلوتر؟ تا اینجا. حالا این فضای این بین رو اگر من سرعتش رو ببرم بالاتر، نگاه کنی فقط این وسط سرعتش تغییر میکنه. حالا میخوام تندتر بشه اصلا، نگاه کنی یه لحظه تند میشه دوباره آروم میشه. یه بار دیگه میگم کنترل رو نگه میدارم، جایی که میخوام شروع بشه یه کلیک میکنم، یه کی فریم میزنم، میام جلوتر، میخوام تا اینجا تند بشه، اینجا به بعد به حالت عادیش برگرده. یه بارم اینجا کی فریم میزنم. خب الان این حالت عادی هیچ فرقی نکرده. وقتی من اینو ببرم بالا سرعتش تند میشه این یه تیکه. اصلا این موقع است که شما میخواین اینجا بره، یعنی تهش سرعتش تغییر کنه، یعنی تهش تغییر میکنه. اگه بیارمش پایین میزنمش مثلا روی 69%، یعنی کند میشه اینجا، دوباره حالت عادیش برمیگرده. حالا من میام اینو تندش میکنم، میخوام آروم آروم این اتفاق بیفته، یعنی آروم آروم تند بشه. بذارید اینجا یکم زوم بکنیم. این شکلی که اینجا هست رو میبینید؟ این شکلی که اینجا، اگر من بیام اینو بکشم نگاه کنید یه اتفاقی داره میفته، یه خط بر من ایجاد میشه، این خطه داره میره به سمت بالا. این در واقع نشون میده که این سرعت من که اینجا 100%، آروم آروم اینجا باید تغییر کنه، بیاد بره بالا، مثلا بشه 200%. اینجا هم همینطور میتونیم این خطه رو اینجوری تغییر بدیم، آروم آروم دوباره برگرده به حالت عادی خودش. الان اگه پخش کنم ببینید آروم آروم این اتفاق میفته. دیگه یهویی نیستش، یهو تند بشه یهو کند بشه، آروم آروم تند میشه و آروم آروم دوباره کند میشه. این هم از تکنیک اسپید رمپ یا تایم ریمپینگ توی نرم افزار پریمیر که با هم دیگه یاد گرفتیم چجوری میتونیم سرعت ویدیو رو کی فریم بزنیم و تغییر بدیم. توی این جلسه با کلیت ابزارهای ادیت و تایملاین آشنا شدیم، ابزارهایی که مهم بود در سطح مقدماتی من بهتون یاد دادم که یه آشنایی کلی باهاشون داشته باشین و بتونین ویدیوهای خودتون رو داخل برنامه بیارین و ادیت هایی که میخواین روش انجام بدین. توی جلسه بعدی میخوایم وارد مبحث ترانزیشن های ویدیو و صدا بشیم و یه سری از افکت ها هم با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که چجوری میتونیم پارامترهای دیگه مثل پوزیشن، اسکیل و اوپاسیتی رو کی فریم بزنیم. پس تا جلسه بعدی همراه من باشیم و یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هم یادتون نره، اون زنگوله رو هم فعال کنین تا جلسه بعدی رو از دست ندین. تا جلسه بعدی همراه من باشین.